دشت سبزی. امروز تو محله اختیاریه هستیم. یکی از پروژه هایی که دستمونه، میخوایم امروز کوددهیشو انجام بدیم. یه نکته‌ای که میخواستم در مورد کوددهی این گیاه بهتون بگم اینه که تو زمستون کوددهی سنگین با کودهای نیتروژن اصلا انجام ندین. کودهایی که ما توصیه میکنیم تو زمستون استفاده کنین، یکیش آمینو اسید و دیگری جلبک دریاییه. آمینو اسید یک کود بسیار خوبه، مارک ایزابیون یکی از مال شرکت سینجنتا یکی از بهترین کودها در این زمینه است. هم تنش‌های محیطی که به گیاهان همیشه سبز وارد میشه رو میتونه برطرف بکنه و رفع بکنه و هم میتونه سرسبزی اونا رو تو فصل زمستون بیشتر و حداکثر نشون بده. ترکیب دیگه ای که ما همراه با ایزابیون استفاده میکنیم که تاثیر اون رو چندین برابر میکنه، جلبک دریاییه. جلبک دریایی وقتی با آمینو اسید استفاده میشه حالت سینرژیست یا بیشتر کننده اثر کود داره. همچنین با توجه به اون ترکیبات و جلبک دریایی که داخلش داره میتونه بیشتر و بیشتر گیاهتون رو سرسبز بکنه و حتی تو زمستون هم سرسبزی اون استفاده بکنی. بریم که با هم کوددهی‌ها رو انجام بدیم.